جمعی از جوانان سوال کردند که در حال تنگ دستی و فقر زندگی میکنیم، تا آنجا که در وجود خداوند و قرآن و پیامبر در دلهای ما شک و شبهه ایجاد شده و در دل خود سنگدلی و پرده‌ای که مانع حق شده است را احساس میکنیم. ما را راهنمایی کنید. بله برادران عزیز، بعضی وقتها در دل انسان چنین وسوسه هایی می آید که العیاذ بالله مخلوقات را الله تعالی آفریده است، پس الله تعالی را چه کسی آفریده است؟ سبحان الله. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز چنین شک و وسوسه هایی به وجود می آمد که برخی از آن در مورد پروردگار بود. اون حضرت صلی الله علیه و سلم به آنها می فرمود که به این هنگام بگویند آمنت بالله و رسوله، یعنی ایمان آوردم به پروردگار و پیامبرش، به خدا پناه ببرند و از این فکر بیرون شوند و از شر شیطان الرجیم به خداوند پناه ببرند و بگویند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. و بر این عقیده باید استوار بود و تکرار آمنت بالله و رسوله، یعنی ایمان آوردن به خداوند و پیامبرش، هنگامی به ذهن آمدن هر فکری کفرآمیز ان شاء الله بسیار مفید خواهد شد. توصیه می شود که از ناامیدی از رحمتهای خداوند به سوی رحمت او تعالی امیدوار شویم و کثرت تلاوت قرآن و فکر کردن در معنیهای آن و برگشت به سوی خداوند از تمام گناهان با صدق و رغبت انسان را به حق راهنمایی و وسوسه ها را نابود می کند. و بیشتر از همه سجده در نیمه شب و حسن ظن، یعنی گمانی نیک کردن به پروردگار است. خداوند می فرماید استعیذ بالله و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من نزدیکم دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میدهم. با دوستان خوب و نیکوکار دوستی و رفاقت کن و از دوستی کردن با بدان و بدکاران و بد اخلاقان دوری کن. پس اینجا سوال می شود که آیا انسان به فکرها و وسوسه هایی که در مورد توحید پروردگار و وجود خداوند به ذهنش می آید مؤاخذه می شود؟ یعنی آیا او گناهگار می شود و خداوند او را عذاب می دهد؟ از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است و در کتب صحیحین نیز آمده است که خداوند از امتی من در مورد آن فکر و وسوسه هایی که به ذهن می آید گذشت نموده است و بخشیده است تا وقتی که به آن عمل نکرده است و یا سخن نگفته است. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خطر این نوع وسوسه ها سؤال کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، مردمی هستند که میپرسند این همه را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ کسی که به چنین وسوسه گرفتار شود بگوید آمنت بالله و رسوله، ایمان آوردم به پروردگار و پیامبرش. و در روایت دیگر آمده است که به خدا پناه ببرد و از این فکر خود را دور کند، به روایت صحیح مسلم. ای جوان، میخواهی ایمان و باوریت را محکم و مضبوط کنی؟ میخواهی از شر وسوسه های شیطان در امان باشی؟ پس طبق تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی چنین وسوسه های به ذهن آمد بگو ایمان آوردم به الله تعالی و پیامبرش و از شر شیطان رانده شده
به خداوند پناه ببر و بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هرچی میتوانی قرآن را بیشتر تلاوت کن و در معانی آن فکر و اندیشه کن. نماز در نیمه شب و راز و نیاز با او و گمانی نیک کردن به خداوند ایمان انسان را مستحکم و مضبوط می کند.